درود دوستان، با آخرین بخش مبحث هوش رسیدیم. تدوینمان فرهوش. اگر بحث‌های قبلی منو دنبال کرده باشید خواهید دید بحث‌هایی رو راجع به هوش فیزیکی صحبت کردیم، هوش بحر، هوش هیجانی، هوش معنوی و الان هم هوش جامع. تعریف هر کدوم از اونها جداگونه انجام دادیم، ولی روی هوش هیجانی بیشتر بحث کردیم، مهارت‌های ارتباط فردی و جمعی رو گفتیم، هوش معنوی و الان هم بحث هوش جامع. اما هوش چیه؟ هوش یک پدیده است، یک ویژگی است که قرار ما رو خوشبخت بکنه. بعضیا فکر میکنن با مدرک، با دارایی، با زیبایی، با امکانات، با موقعیت میتونن خوشبخت بشن. کدام بخش از هوش هست که بیشترین تأثیر رو در خوشبختی ما داره؟ ما در نهایت به دنبال یک رضایتمندی هستیم، یک احساس خوب که قیمت ما رو بالا ببره و به ما یه عزت نفس بده، یه شکوه بده و به قلل مرتفع خصائص و ویژگی‌های انسانی برسونه. ما هرگز حاضر نیستیم خودمون رو به قیمت پایینی بفروشیم. این داستان و این حکایت رو از یک شیر بشنوید. سگی نزد شیر آمد و گفت با من کشتی بگیر. شیر سر بازد، انکار کرد. سگ گفت نزد تمام سگان خواهم گفت که شیر از مقابله با من می هراسد. شیر گفت سرزنش سگان را خوشتر دارم از این که عذاب وجدان داشته باشم که با سگی کشتی گرفتم. وقتی برسی بدونی کجا هستی و ارزشت چقدره، به یک شکوه و عظمت میرسی که هویت واقعی خودت رو پیدا میکنی و همون موقع تبدیل به سلطان نفس خودت میشی. چون شیر به خود سپه شکم باش، فرزند خصال خیشتن باش. خب در مورد انواع هوش‌ها ما صحبت کردیم. هوش فیزیکی یا هوش جسمی هوشیه که تو با استفاده از فیزیولوژی بدنت میتونی موفق بشی تو حرکات، ورزش، کار کردن، مهارت‌های تعادل و غیره. در هوش بحر یا IQ شما از ذهنت میتونی برای محاسبات پیچیده استفاده بکنی و به مدارک عالی برسی. اما در هوش هیجانی کسب نتایج دلخواه از کنترل هیجانات و مهارت برقراری رابطه بین خودت و دیگران به یه نتایجی میرسی. ولی در هوش معنوی که سطح بالاتری داشت، بحث قبلی ما بود، انسان از رابطه خودش با خود و دیگران فراتر میره و وارد یه حیطه شهودی کشف و حکمت و بصیرت میشه. اما هر کدام از این هوش‌ها اگر تک بعدی رشد کنند یک عوارضی داره، مثل یک کاریکاتوری که فقط سرش رشد کرده اما دست‌ها و پاهای کوچولویی داره. خیلی از آدم‌ها اینجوریان. من دیدم حتی متخصصانی، دانشجو خودم تخصص که میگیرن، در برقراری رابطه با خودشون ضعیفن، در شناخت کائنات ضعیفن، در حکمت و بصیرت ضعیفن و فکر میکنن خیلی روشن فکرن که خرافه رو قبول ندارن و آدمی هستن اهل مطالعه، در صورتی که هنوز هویت واقعی خودشون رو پیدا نکردند. آمار بالای خودکشی در متخصصان پزشکی یک تلنگر، یک تهدید جدی است برای اینکه بفهمیم رشد یک بعدی در یک مقام خوشبختی نمیاره. من دانشجویی داشتم که تخصص گرفته بود در دندان پزشکی، اقدام به خودکشی کرد که خوشبختانه ناموفق بود و من واقعا با ورودش به حیطه هوش‌هایی مثل فرهوش و هوش برتر تونستم کمکش کنم تا خودش رو بشناسه و معنی واقعی زندگی رو پیدا بکنه. هوش تک‌بعدی مثل رشد کاریکاتوری است، مثل رشد یک نی هست که سری میره بالا ولی شاخ و برگ نداره، میوه نداره، ریشه ضعیفی داره، فقط یک بعدی رشد میکنه، ارتفاع میگیره و میره بالا. با هوش فیزیکی تنها انسان شبیه یک حیوان تنومند میشه. خیلی از ورزشکارا دیدید بسیار ماهر و توانمندن، اما خیلی از ایرادای رفتاری و اخلاقی دارند. البته خیلی هاشون هم انسانای متواضعی ان. اونا انسان‌هایی هستن که هوش‌های دیگه‌شون رو رشد دادن، نه فقط هوش بدنیشون رو. با هوش بحر تنها شبیه یک کامپیوتر بدون احساس میشیم. بنابراین هوش بحر تنها و استفاده از مغز برای معادلات پیچیده ریاضی بدون حل مسائل شخصی و اجتماعی خیلی شیوه موفقی نیست.
هوش هیجانی تنها منجر به خودخواهی میشه و جلوی ایثارگری رو میگیره، چون فرد یاد میگیره مهارت ارتباطی قوی پیدا میکنه، هم با خودش هم با دیگران، اما میتونه از این مهارت ارتباطی سوء استفاده بکنه، مثلا کالای بی ارزشش رو بیشتر از قیمت بفروشه. بنابراین از ایثارگری فاصله میگیره. هوش معنوی تنها چی؟ اونم ایراد داره. چرا؟ چون به عقل زدایی و خرافه‌گری منجر میشه. چون وقتی افراط در هوش معنوی اتفاق بیفته و یک بعدی رشد کنه، فرد وارد بحث خرافه‌گری میشه و روشنفکریش رو کنار میذاره. خب چه هوشی هست که این عیوبو نداره؟ ما به اون هوش میگیم هوش جامع. نتایج رشد فرهوش یا هوش فراگیر یک رشد جامع و متعادله. مثل این درختی که میبینید، بیشتر از اون بخش شاخه‌هاش که روی زمینه، یک ریشه حمایتگر در بستر زیر زمین قرار داره که حتی وسعتش از قسمت‌های بالایی بیشتره. مغز ما هم باید یه رشد جامع این شکلی داشته باشه. اتفاقا شباهت زیادی بین مغز و این شکل وجود داره و نباید فقط بخش‌های خاصی از مغز رشد کنه و بخش‌های دیگه بی استفاده باقی بمونه. در فرهوش همه قسمت‌ها رشد میکنه، منجر به شکوفایی و میوه‌دهی و ثمردهی میشه که اون میوه زندگی خوشبختی است. رشد جامع از افراط و تفرید جلوگیری میکنه. رشد جامع باعث شکوفایی پتانسیل‌های والای بشری میشه. چه پتانسیل های از قبیل شرافت، ایثار، رحمت، کرامت، رضایت، بزرگمنشی، حکمت، بصیرت، وحدت، گشودگی اجتماعی و اینا فاکتورهای اصلی هستند که انسان دنبال اینهاست و الا ما مدرک میگیریم، ثروت جمع میکنیم، زندگی میکنیم برای رسیدن به اینها. در هوش هیجانی فرد امکان داره بتونه موفق بشه برای کسب نتایج دلخواه، اما امکان داره نتونه به حکمت و بصیرت برسه، ولی فرهوش این کار رو میکنه. خیلی ها میگن اگر ما دنبال معنویات و رشد جامع مغزمون بریم دیگه روشنفکر نیستیم و فکر میکنن این ویژگی های مثل رحمت و کرامت و حکمت و بصیرت ویژگی های یه جامعه شرقیه و مثلا مرتاضهای هندی به اون میرسن، بودیسما به این میرسن و این ویژگی یه آدم غربی روشنفکر نیست. در صورتی که اگر نگاه بکنیم غرب هم روند معنویت رو توی رشد اجتماعی خودش بعد از رنسانس انجام داد. قبل از رنسانس دوره قرون وسطایی حاکم بود که در اون دوران رشد معنوی به گونه یک بعدی خرافه‌گری وجود داشت و هیچ وقت علوم تجربی جایگاه نداشتن و کسی جرئت نمی‌کرد و مثلا گالیله رو می‌خواستن اعدام بکنن که خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. خیلی ها فکر کردن که علم وقتی رشد میکنه معنویت کنار زده میشه. شاید این کلیپ رو شنیده باشید که 6 یا 7 زنگی که باعث شد دین به زانو در بیاد. این مثال رو شنیدید، مثلا اولین زنگ رو کوپرنیک زد زمانی که گفت زمین مرکز عالم نیست. دومین زنگ رو نیوتن زد زمانی که گفت جاذبه یه پدیده غیبی نیست و بر اساس نیروهای فیزیکی اتفاق میفته. یا داروین بحث تکامل رو فرگشت و بیان کرد. همچنین پشت سر اون نیچه، فروید و حتی توی این اواخر استیون هاکینز وقتی پدیده بیگ بنگ رو گفت، خیلی‌ها گفتن آره دیگه منشأ خلقت مشخص شد و ما دیگه اصلا چیزی به نام معنویت و خدا نداریم. در صورتی من تو بحث قبلی دیدیم که میانگین باور به هوش معنوی در دنیا 86% هست، ولی در بین دانشمندان نوبل پرایز حدود 93%. یعنی به طور میانگین دانشمندان 7% از میانگین جامعه خدا باورترند و به جهان غیب ایمان بیشتری دارند و درصد بسیار کمی از مردم ندانمگرا هستند. اما وقتی که رشد معنویت رو تو غرب بررسی میکنیم میبینیم که تو قرن 16 و 17 اولین بار دوره شکاکیت اتفاق افتاد و بویل بود که اومد گفت که همه آنچه که دین میگه حقیقت نداره، همه آنچه که مسیحیت میگه حقیقت نداره. و بعد از اون دوره دوم رنسانس شروع شد که معروف است به دوره دئیسم یا دوره تخریب و اون باورهای خرافه‌گری رو تخریب کردن و رسیدن به لاییسم و نهیلیسم، پوچگرایی و بیخدایی که ولتر، هگل، بوخنر در قرن 19 سردمداران این نوع تفکر هستند. بعد از اون دوره سوم در دوره پروتستانیسم اتفاق افتاد که مارتین لوتر کینگ در واقع اومد جملات عجیبی رو، خودش کلیسایی بود اما بیان کرد که
هر کسی میتونه با خدای خودش ارتباط داشته باشه و هر کسی میتونه کتاب خدا رو بدون واسطه بخونه و نیازی به انسانهای دیگر یا انسانهای خاصی برای برقراری رابطه انسان و خدا وجود نداره. در دوره چهارم اتفاق جالبی افتاد. حسرت و رنج بی‌معنویتی در قرن 20 شروع شد. دوره‌ای که در واقع مارکس، داروین، فروید و اسپنسر اومدن بیان کردن که آره انسان اینجوری به وجود اومده، مادیات هست و معنویات وجود نداره و در واقع یه دوره بی‌معنویتی حاکم شد در اروپا. حتی اسپنسر اومد گفت که امروز دانشمندا خیلی بالاتر از پیامبران میفهمن، به این دلیل که تکامل هی باعث پیشرفت ما میشه و پیامبرا از لحاظ تکاملی عقب افتاده تر از ما بودن. خب اینا پدیده‌هایی است که من اصلا نمیخوام وارد بحث جزئیاتشون بشم، اما آنچه در غرب اتفاق افتاده اینه که قرن 21 دوران بازگشت به معنویت هست. دانشمندان امروز خدا باورانی هستند که باورشون به خدا و به جهان معنا بیشتر از دانشمندان قدیمی است، بیشتر از آدمای خرافه‌گر قدیمی است. پس اینجوری است که روشنفکری ما رو از معنویت دور نمی‌کنه. روشنفکری مطالعه بیشتر، تجربه بیشتر به ما میگه ما چقدر نادانیم، چقدر کم میدونیم، چقدر وسعت جهان بزرگه که ما از اون اطلاعی نداریم. حتی بخش مادیات جهان رو ما نمیشناسیم، چه برسه به بخش غیر مادی مثل روح، مثل جهان غیب، مثل جهان پس از مرگ که ما وارد این بحث الان نمیخوایم بشیم. اما چرا هوش معنوی رشد ناقص داره؟ مشکل بشری نیست که به معنویت ایمان نداره. نزدیک به 90% مردم جهان هوش معنوی دارند اما ناقص. دلایلی که وجود داره من دونه دونه براتون میگم. فکر نکردن به علت تنبلی. مغز ما یاد گرفته از کمترین میزان انرژی استفاده کنه تا ما توی روند تکامل دوام بیاریم. بنابراین تنبله و میخواد از پسمانده افکار دیگران استفاده کنه تا خودش بخواد استفاده کنه. وابستگی و اسارت در بند شهوات، عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، عقلشان در ترک شهوت هیچ. خیلی ها پیچیده فکر میکنن تو مادیات، اما در معنویات عقلشون رو به کار نمیبرن. خیلی ها تعصب و پیش ذهنی دارن و پیش داوری در مورد مسائل میکنن و این باعث میشه شناخت غلطی داشته باشن. خطاهای حسی یه بحث کامل هست. من میگم ما حسامون کامل نیستن و دارای محدوده شناخت هستن و این باعث میشه که ما تجارب قبلیمون گاهی منجر به اشتباه در شناختمون بشه و همچنین محدوده شناخت ما همه صداها رو نمیشنویم، همه وقایع فیزیکی رو حس نمی کنیم، چه برسه به وقایعی که فیزیکی نیستند. یکی از موانع دیگه در رشد هوش معنوی کثرت وجوده. وقتی یه چیزی نعمتی فراوونه انسان درکش نمیکنه، انسان جوان قدر جوانی رو نمیدونه تا پیر بشه. اصلا قبل از کشف قوه جاذبه واقعا مردم نمیدونستن چیزی به نام جاذبه وجود داره و دلیلی که ما راحت رو زمین راه میریم این نیروی جاذبه است. فضانوردا خوب فهمیدن مفهوم نبودن نیروی جاذبه یعنی چیست. در معنام همینه، خدا همه جا هست، قابل درک نیست. نسبیت و قیاس، ما با مقایسه تشخیص میدیم که میگیم سبک یا سنگینه، یعنی باید یه چیز سبکی باشه سنگین رو تشخیص بدیم، اما خدا چیزی برای مقایسه بودن نداره. به خاطر همین نمیشه حق رو تشخیص داد. چرا؟ چون ما ذهنی که دنبال مقایسه میگرده دچار ضعف شناختی میشه. پس نهانی ها به ضد پیدا شود، چون که حق را نیز ضد پنهان بود. نور حق را نیست ضدی در وجود، تا به ضد آن را توان پیدا نمود. وقتی یه چیزی ضد نداره تشخیصش خیلی سخت میشه. خدا ضدی نداره، خدا متضادی نداره. مصلحت اندیشی، خیلی ها همه اینا رو هم رد کردن، اما به عافیت نگری و مصلحت اندیشی روی آوردن. مصلحت من چیه؟ منافع من در اینه که الان ادعای روشنفکری کنم و حقیقت رو پیدا نکنم. در مورد پیش ذهنی ببینید یه مثال علمی اتفاق افتاد. خیلی از دانشمندان تصورشون بر این بود که انسان به عنوان یک موجود کوچولو توی اسپرم وجود داره، بعد این منتقل میشه توی رحم و رشد میکنه. جالب اینجاست وقتی که میکروسکوپ‌های اولیه که درشت‌نمایی کمی داشتن اختراع شدن، دانشمندان زیر اون اسپرم می‌دیدن که توش یه آدمک کوچولو وجود داشت و این نقاشی که اون زمان کشیده شده. یعنی تصورات ذهنی خودشون رو تحمیل می‌کردن به آنچه که حتی می‌دیدند. خب این هوش خوب چیه؟ فرهوش
رشد موزون همه انواع هوش‌های قبلی و تعامل سازنده اونها با همدیگه در جهت هم‌افزایی ذهنی است. و واقعیتش اینه مشکل بزرگ بشر خدا ناباوری و پوچگرایی نیست، چون اکثر مردم باور معنوی دارن اما ناقص. معنویت ناقص و رشد نیافته مشکل عمده بشر هست و واقعا یه تفاوت بزرگی وجود داره بین افراد دارای هوش معنوی تک‌بعدی که من اونا افراد متعصب خشک مقدس میدونم و افرادی که هوش معنوی تکامل یافته دارن که من افراد فرهوش نامگذاری میکنم. مقایسه شده تو این جدول بین این دو دسته. ببینید افراد متعصب دنبال کسب ثوابن، ولی افراد دارای هوش تکامل یافته معنوی دنبال عشق ورزی برای رسیدن به حیات زیباتر. افراد متعصب به نتیجه کار بیشتر بها میدن، ولی افراد فرهوش به تلاش خودشون بها میدن و تلاش خودشون براشون ارزشمنده، گویا اینکه به نتیجه نرسن. افراد متعصب دستورات معنوی رو پیچیده میبینن، اما افراد فرهوش دستورات رو ساده میبینن اما عمل بهش سخته. افراد متعصب فرقه‌گران و به فرقه خودشون خیلی اعتقاد دارن و باورشون اینه که تنها راه هدایت باور خودشون هست، اما افراد فرهوش وحدتگرا هستند و میدونن که هیچ فرقی بین هیچ کدام از شیوه هایی که به خوشبختی معنوی میرسه وجود نداره و هر کسی شیوه خودش رو انتخاب کرده. افراد متعصب شیوه های قالبی رو در عباداتشون، در دعاهاشون به کار میبرن، تکراری با یه شیوه های قالبی تکراری، اما افراد فرهوش از شیوه های پویا استفاده میکنن، از بیان خودشون، حرف دل خودشون رو در ارتباطات معنویشون به کار میبرن. افراد متعصب خودرأی‌اند و افراد فرهوش اهل مشورت. افراد متعصب جبرگرا هستند و فرهوش‌ها آدمایی هستند که تعادل بین باور به جبر و اختیار دارن. میدونن یه جبر بزرگ وجود داره اما ارزششون به اون اختیاری هست که دارن. افراد متعصب مستبدن، زیر دستا رو ظلم میکنن، بهشون آزار میدن، اما افراد فرهوش متواضع و متعادلن. افراد متعصب خرافاتی اند و افراد فرهوش عملگرا و اهل مطالعه هستند. الان متوجه میشید عمده انسان‌ها باور به جهان معنا دارند، اما یا تکامل یافته و این ویژگی‌های ستون سمت چپ رو دارند، یا ناقص هست، افرادی متعصب، فرقه‌گرا، خودرأی و جبرگرا هستند. امیدوارم با رشد هوش جامع به جای برسیم که به قول مولانا بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم.